عیسی شاه جلال باشد کوه بی زوال. شلوم دوستای عزیز، برادرها، خواهرها، امیدوار هستم خوب و خوش و صحتمند و سر و حال باشین. از فیض و محبت خداوند بهره‌مند بودن. نعمات و برکات خداوند همیشه در زندگی شما سرازیر شود و وجود داشته باشه. برادرها و خواهرای عزیز، امروز باز هم با یک برنامه جدید در خدمت شما عزیزا قرار دارم و در این برنامه یک موضوع جدید از کتاب مقدس با شما شریک می سازم. دوستان عزیز، البته باید بگویم تمام موضوعات را که من از کتاب مقدس شریک می سازم و بر مبنا و بنای آیات کتاب مقدس است و آیه مربوط به مو موضوع را هم من ذکر می کنم تا چیزایی که میگم از خود امو آیه باشه و تفسیری که صورت میگیره مطابق به مفهوم امو آیه باشه و چیزی را من از خود بیش یعنی کم و زیاد نکنم. دوستان عزیز شما میتونین که چینل یوتیوب ما را که شما در روی صفحه میبینین شما سابسکرایب و لایک بکنین و ایره شریک بسازین تا تعداد کسایی که در یوتیوب هم این ویدیوها را مشاهده میکنه بیشتر و زیادتر شه و همچنان میتونین در صفحات فیسبوک تون با دوستایتون در صفحات مختلف شریک بسازین تا بیشتر از وطندارای ما شما این ویدیو را ببینن یا بهتر از بگویم کسایی که هم زبان ما هستن این ویدیو را ببینن و کلام خداوند را یاد بگیرن. دوستان عزیز، موضوعی که امروز ما درباره از صحبت میکنم، موضوع برنامه امروز ما محبت با دشمن است. یا در حقیقت ما میتونم بگویم که در مسیحیت ما هیچ دشمن دنیایی نداریم. ما در مسیحیت هیچ دشمن دنیایی نداریم، بل تنها دشمنی که ما داریم دوستان عزیز او دشمنی است که امور روح پلید یا شیطان است. یعنی جنگ ما با ارواح پلید است، نه با انسان ها. یعنی جنگ ما جنگ نفس ما، جنگ روح ما با شیطان است و در خود این دنیایی که ما زندگی میکنیم با هیچ انسان ما مشکل نداریم، با هیچ انسان ما برخلاف هیچ انسان نیستیم، با هم انسان ها محبت میکنیم. هر کسی که ما را دشمن خود میدانه ما با او هم محبت میکنیم و ما او را دشمن خود نمیدانیم. یک موضوع از دوستای عزیز که بسیار از مردمای دیگه که از ادیان مذاهب دیگه هستند، دیگه وقت میگم منظور من نیست که مسیحیت هم یک مذهب یا یک دین است و اونا از مذاهب و ادیان دیگه هستند. منظور من است کسایی که پیروان ادیان و مذاهب هستند، اونا دوستای عزیز به این فکر هستند که با تقلب میتونن همچی یک موضوعی را در هم کتابای خود، در هم عقیده خود و هم فلسفه عقیدتی که دارن در رو بگنجانن. مثلا اونا کوشش میکنن بگن که مثلا کسایی که پیرو قرآن هستن میگه در قرآن هم گفته که دشمنت دوست داشته باش، در حالی که همچی اگاهی را نمیتونی در قرآن پیدا بکنی، بلکه تنها در مسیحیت و در کتاب مقدس ما میتونیم این را پیدا کنیم. و میرقم ادیان و مذاهب مختلف دیگه که در دنیا وجود داره و مثل اسلام کوشش میکنن همچی یک آیه را پیدا بکنن، ولی همچی یک آیه در کتابای اینا در امو متونی که اونا با عقیده دارن پیدا نمیشه و اونا کوشش میکنن بعض وقتا دل خود را خوش بسازن و با دل خوشی دوستای عزیز اونا بیان بگن که در دین ما هم یک چیز وجود داره. یا اصلا اونا شاید کوشش میکنن دوستای عزیز که بیاین و بعضی از آیات از کتاب خود را غلط تفسیر بکنن، در حالی که در کتابای خودشان صدهای دیگه وجود داره که برخلاف همون آیه صحبت میکنه و اونا کوشش میکنن که نشان بدن که دین از و عقیده از و مذهب از اونا میره بیان میکنه که شما دشمنتان دوست داشته باشین. در این دنیا هیچ کس دشمن ما نیست، تا کسایی که دشمن ما هستن عملا و یا فکر میکنن که دشمن ما هستن، ما اونا را دوست خود میدانیم، با اونا ما محبت میکنیم. فرق مسیحیت با دین و با مذهب این است. فرق مسیحیت، بعضی کسا میگه با اسلام چیست؟ فرق مسیحیت با اسلام و با تمام ادیان و مذاهبی که در دنیا وجود داره ای است که در مسیحیت ما هم انسانهای دنیا را بدون هیچ نوع تبعیض و بدون هیچ نوع شرط و شرایط ما محبت میکنیم و در این دنیا هیچ کس را دشمن خود نمیدانیم و همگی را ما دوست خود میدانیم. یعنی همگی دوست ما هستند و همه انسان های دنیا اونا که هستند دوست های ما هستند و هیچ کسی در دنیا دشمن ما نیست. و این فلسفه را ما شما نمیتونیم که در
در مذاهب و ادیانی که در دنیا وجود داره پیدا بکنیم. همشان به یک نحو برخلاف ادیان دیگه و مذاهب دیگه هستن یا برخلاف انسانایی که موافق به اونا فکر نمیکنن و مخالف به اونا فکر میکنن. و خصوصا در اسلام که ما شما میبینیم که حتی در داخل خود اسلام هم چقدر مثلا اینا پوشیده هستن و چقدر با هم دیگر خود دشمن هستن که حتی خلیفه های اول اسلام هم با هم دیگر دشمنی داشتن و هم دیگر خود را کشتن و از بین بردن. حتی کسایی که در ابتدای اسلام در رأس اسلام بودن اونا همشان همدیگر خود زدن و از بین بردن و ما شما شاهد هستیم که 3 خلیفه را خود این مسلمان ها کشتن، یعنی دشمن همدیگر بودن. و علی و معاویه جنگایی کردن، حسن و حسین دکی کشت و مثل از این مسائل دیگه که هست. پس نمیتون ادیان و مذاهب دنیا همچی یک آیه را بیارن و بگوین که ما تمام انسانهای دنیا را دوست داریم و هیچ کسی در دنیا دشمن ما نیست. حتی کسایی که عملا با ما دشمنی میکنن و حتی کسایی که فرض مثال میان و برخلاف ما فکر میکنن اونا هم دشمن ما نیستن. بعضی از مردم دنیا وقتی میایم ناکام میشن و مایوس میشن که همچون یک چیزه، همچون یک عقیده پاک و مقدسه، همچون یک مفکوره خوبه، همچون یک ایمان مثلا اونا ندارن و در دینشان در مذهبشان وجود نداره، بعد اونا روی میارن به چی؟ روی میبرن به ای که خب این خب کاملا یک گپ غیر منطقی است که یک کس دشمن تو باشه و تو به او دشمنی نکنی و او را دوست خود بدانی. این از نظر از اونا غیر منطقی، یعنی یک راه دیگه را در پیش میگیرن تا بیاین از این طریق مثلا ما را بکوبن که خوبی غیر منطقی است که دشمن تا تو دشمن نمی، کسی که با تو دشمنی میکنه تو حتی مثلا از اون انتقام نگیری یا بر علیه از اون نباشی، غیر منطقی است. ولی در مسیحیت برای ما گفته چیزایی که تعالیمی را که ما در مسیحیت از خداوند ما یسوع مسیح میآموزیم، او تعالیم در نظر مردم دنیا حماقت و غیر منطقی معلوم میشه، ولی در نزد کسایی که خدای محبت و خدای بخشش را شناختن، خدای فیض را شناختن، در نظر از اونا این تعالیم اساسی و بنیادی است که انسان را میتونه از داخل تغییر بده و این تعالیمی است که انسان را به اون مسیری که ما به شبیه مسیح شیم و به طرف او راه که خدا ما را هدایت میکنه، این تعالیم ما را به اون طرف پیش میبره و ترقی میده و در اون راه ما رشد میکنیم. پس دوستای عزیز، در دنیا گفتم بعض مردم کوشش میکنن با تقلب بگن تعالیم در دین ما وجود داره، وقتی ناکام میشن بعد میان میگه خوبی تعالیم غیر منطقی است. کدام تعالیم یا تعلیم؟ یعنی می تعلیمی که دشمنت را محبت بکو. فرق مسیحیت با تمام ادیان و مذاهبی که در دنیا و فلسفه و مکاتبی که وجود داره ای است که انسان هستی، بله هر انسان دیگه که در دنیا فرق نمیکنه کی دوستت است، او را محبت بکو، با او محبت نشان بده. حتی کسایی که دشمنت است عملا دشمنی میکنن، حرف از دشمنی میزنن و در فکرشان به دشمنی میاندیشن، با اونا هم تو دوست باش و دوستی کو. از راه محبت قلبهای از اونا را تو به دست بیار، نه از راه انتقام، نه از راه مخالفت، نه از راه از اینکه تو با اونا موافق نباشی یا انتقام بگیری. خب دوستان عزیز، چیزی را که من میگم در کتاب مقدس نوشته شده و من این آیات را از کتاب مقدس میخوانم که سخنهای مستقیم خود خداوند ما یشوع مسیح است. و در یشوع مسیح خدای زنده و حقیقی، خدای محبت به ما میگه شنیده اید که میگویند با دوستان خود دوست باش و با دشمنان دشمن. متوجه هستین؟ این اکثر مذهبی ها میگن. اما من میگویم خداوند ما یشوع مسیح چی میگه؟ که دشمنان خود را دوست بدارید و هر که شما را لعنت کند برای او دعای برکت کنید. با آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید و بر آنانی که به شما ناسزا میگویند و شما را آزار میدهند دعای خیر نمایید. اگر چنین کنید فرزندان راستین پدر آسمانی خود خواهید بود، زیرا او آفتاب خود را بر همه میتاباند، چه بر خوبان چه بر بدان، باران خود را نیز بر نیکوکاران و ظالمان میباراند. اگر فقط آنان را که شما را دوست می‌دارند محبت کنید، چه برتری بر مردمان پست دارید، زیرا ایشان نیز چنین میکنند. اگر فقط با دوستان خود دوستی کنید، با کسانی که خدا را نمیشناسند چه فرقی دارید، زیرا اینان نیز چنین میکنند. پس شما کامل باشید همان گونه که پدر آسمانی شما کامل است. آمین. دوستای در اینجا بسیار یک فلسفه مهم و اساسی و بنیادی و فلسفه‌ای که میتونه تحول در انسان به وجود بیاره، در تحول متداوم
ایجاست که میگه شما دشمن خود را دوست داشته باشین. کسایی که با شما دشمن هستند اونها رو شما دوست داشته باشید. هر کسی که شما را لعنت کرد بر از دعای برکت بکنین و کسایی که شما نفرت دارن شما با اونا نیکی بکنین و بر کسایی که به شما ناسزا و فحش میگن شما برشان دعای خیر بکنین. یعنی بر مسیحا میگه که شما مسیحا با بقیه مردم دنیا فرق داشته باشید. فرق شما است که هر کسی که مسیحی و فرزند روحانی خدای محبت می باشه او باید که با مردم دنیا با همشان بدون در نظر داشته هر نوع تبعیض و فرقها و مسائل اختلافی و غیره اونا را باید دوست داشته باشه، محبت بکنه. حتی اونا دوست ندارن، نفرت میکنن، ما باید نیکی بکنیم. مگر ناسزا و فحش میگن ما باید که با اونا حرفای خوب بزنیم و اگه اونا ما را مثلا دعای بد میکنن ما باید برایشان دعای نیک بکنیم. دوستان عزیز، پس این تعلیم عیسی مسیح است. چرا؟ دلیلش داده که میگم در این دنیا اول ما شما میبینیم که آفتاب خداوند بر همه و باران خداوند بر همه یکسان میسر است. یعنی خداوند امو نعمات و برکات خود یکسان بر همگی در دنیا میسر ساخته و نعمت روحانی خود را که فیضش است او را هم بر همگی یکسان ارزانی داشته و در رحمت خدا بر همگی یکسان باز گذاشته. خداوند نمیگه که شما بر علیه ما بودین، بر حتی میفتین خدا نیستک یا میفتین خدایی رقم یا او رقم یا رفتین چیزای دیگه را پرستش کردین، نه خدا را. خدا میگه نه، من همتان دوست دارم، در فیضم بر همتان باز است. به خاطر همه شما قربانی صورت گرفته، قربانی روی صلیب تا در رحمت و فیض برای شما باز شه و بیاین به طرف ما. و در اینجا خداوند در فیض خدا برای همگی باز مانده و در دنیا ما شما میبینیم میگه در اینجا چی یک جمله خوب را میگه که آفتاب خداوند و باران خداوند را مثال میده بر همگی یکسان میتابد و میبارد. دوست عزیز، اگر میگه تنها شما دوستایتان محبت کنین او را کار مذهبی هم میکنه، او کار اشخاصی که به بتها باور داره اونو میکاره میکنن. دزدها میگه دزدا را دوست دارن، قاتلان قاتلا را دوست دارن و همین رقم یعنی کسایی که در یک باند هستن هم دیگر خود دوست دارن. ولی فرق شما است که شما کسایی که غیر از شما فکر میکنن، کسایی که مخالف با شما فکر میکنن، کسایی که مخالف با شما عمل میکنن، کسایی که بر علیه شما هستن، کسایی که از شما نیستن، اونا رو شما از خود بدانین و با اونا دوستی بکنین. در این حال میگه اگر شما این کار نکنین، مثلا تنها با دوستایتان دوست داشته باشین، دیگه میگه کسایی که خدا رو نمیشناسه اونا هم این کارو میکنن. متوجه هستین؟ پس با اونا شما چی فرق دارین؟ منظور کتاب مقدس این نیست که هر کسی که در دنیا به خدا باور نداره او هم مثلا چیز است، همه از اونا از دیگه انسان ها نفرت دارن. نه، شاید اونا از مذهبی ها نفرت داشته باشن، شاید اونا از کسایی که به دین و مذهب نفرت داشته باشن، شاید از اونا از کسایی که به خدای حقیقی و محبت ایمان داشته باشه از اونا نفرت داشته باشن. ولی کسا میگه از یک چیز حداقل از یک کس نفرت دارن، ولی ما میگه از فرق ما با اونا حتی با همه مردم دنیا است که ما از هیچ کس نفرت نداریم، با همگی نیکی میکنیم، با همگی دعای خیر میکنیم، با هیچ کس دشمنی نداریم، همگی دوست ماست، هیچ کس دشمن خود نمیپنداریم. میگه همچی مفکوره شما داشته باشین و ایره در عمل پیاده بکنین، باز او وقت است که میگه شما میگه فرزندان راستین پدر آسمانی خود شمرده میشین. شما می کامل باشین مثل که پدر آسمانی تان کامل است. خداوند با او بزرگی و عظمت خود، خداوند با او قدوسیت خود، با او جاه و جلال خود، خداوند آمده و انسانهایی که برخلافش است، انسانهایی که حتی خدا را رد میکنن، بر هم از اونا باران رحمت خدا و آفتاب خدا یکسان میتابانه و میبارانه. در رحمت و فیض خدا برای همگی باز گذاشته و همگی را میپذیره و از هم مهمتر به خاطر همه مردم دنیا راه نجات را از طریق قربانی که برای صلیب صورت گرفت باز کرد و نگفت تو کیستی و تو کی نیستی. پس ما که انسان هستیم و ما باستی همون فیض خداوند، باستی همون بخشش خداوند، گناه ما بخشیده شد، امروز نجات یافتیم، از اون محبت خداوند بهره مند شدیم. ما که انسان هستیم ما باید هم با مثل پدر آسمانی خود بیاییم و مردم را با مو محبت اگاپه، محبت بلایوز خداوند محبت بکنیم.
و مثل خداوند دشمنای خود محبت کنیم و مثل خداوند بر همگی رحمت و مهربانی و دلسوزی داشته باشیم و هیچ کس را دشمن خود نپنداریم و بر علیه هیچ کس نباشیم و از هیچ کس انتقام نگیریم. این از مفکوره زیبا و مفکوره مقبول مسیحیت که ما در هیچ دین و در هیچ مذهب نمیتونیم را پیدا کنیم و ما را در هیچ مکتب و فلسفه نمیتونیم پیدا بکنیم. و گفتم در دنیا دو مفکوره وجود داره. مفکوره اول بله در دین و مذهب ما هم یک چیزی است، در مکتب و فلسفه ما هم یک چیزی است. تنها با تقلب میتونن این موضوع را اونا فقط بیان بکنن و در کتابای خود جایگزین کرده که نمیتونن، مثلا تفسیر غلط کرده را با تقلب میتونن که بر مردم بگوین ولی در اعمالشان دیده نمیشه. و مسئله دومی که است اویی است که مردم دنیا کوشش میکنن بگوین که یک فلسفه غیر منطقی چرا باید دشمن تا دوست داشته باشی، او از تو نفرت کنه تو به او خوبی بکنی، او ترا فحش بگه تو به او دعای خیر بکنی، او ترا لعنت کنه تو را برکت بدی. نه خیر، یک چیز قابل قبول نیست. ولی کتاب مقدس گفتم در ابتدا در رساله اول قرنتیان میگه که تعالیم کتاب مقدس و پیامی که از خداوند ما یشوع مسیح گرفتیم برای مردم دنیا به مثل چی است؟ به مردم دنیا او یک چیز غیر منطقی معلوم میشه، یک خرافات معلوم میشه، ولی در نزد کسایی که حقیقت را درک کردن و به حقیقت ایمان آوردن، از محبت و فیض خداوند بهره‌مند شدن، این چی است که کلام خداست، این قدرت است، این مایه قدرت است. دوستان عزیز تشکر و ما و شما مسیحیایی که هستیم بیاییم که امروز هیچ کس را در دنیا دشمن خود ندانیم، با همگی محبت بکنیم، با همگی دوست باشیم، هیچ کس را از خود نرانیم. کسایی که بر علیه ما نفرت میکنن ما با اونا خوبی بکنیم، کسایی که ما را لعنت میکنه برشون دعای برکت بکنیم، کسایی که با ما ناسزا میگه بر از اونا دعای خیر بکنیم. هم مردم دنیا را دوست خود بدانیم، با همگی محبت بکنیم و از همین محبت و از همین دوستی که با مردم دنیا داریم بریم و همین پیام محبت را به اونا برسانیم تا اونا هم از این پیام مستفید و مطلع شوند و بیاین به خدای محبت و به خدای بخشش ایمان بیارن و این خدا را بپرستن و ما این محبت در قلبای اونا جاگزین شود تا در آینده اونا هم بتونن انسانای دیگر را محبت بکنن. تشکر دوستای عزیز، برادرها و خواهرها. از متی فصل 5 از آیه 33 اگر اشتباه نکنم، بازم میخوایم دقیق برای شما بگویم. متی فصل 5 از آیه 43 ببخشین تا آخرای 48 درباره محبت با دشمن و با هم انسان ها خواندم. برنامه امروز ما در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی هم شما را به خداوند ما یشوع مسیح میسپاریم. لطفاً این ویدیو را در فیسبوک هایتان شریک بسازین و همچنان در یوتیوب هم لایک بکنین و سابسکرایب بکنین تا بیشتر از دوستا ببینن. در نام پاک خداوند و نجات دهنده ما یشوع مسیح این دعا را کردم. آمین. مسیح همراهتان باشه.